بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. مقدمه. بیش از 40 سال گذشته است. گوهری بس گرانبها و عزیز در اطرافمان بوده، اما از آن غافل و از برکتش محروم بودیم. گوهری درخشان از دریای زلال قرآن حکیم، گوهری نورانی از جنس کتاب نور. 40 سال خاک خورد و فقدانش مردم تشنه معارف قرآن و اهل بیت را آزار داد. گوهری بی مثل و مانند به نام طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. روزهای آخر تابستان 1353 امام جماعت مسجد کوچک و نیمه کاره امام حسن مجتبی در انتهای بازار سرشور مشهد با شروع ماه رمضان برنامه جدیدی برای مسجد می‌ریزد. سید علی خامنه‌ای 35 ساله با آن قد رشید و چشمان نافذش بنا می‌کند که هر روز ماه مبارک بعد از نماز ظهر و عصر قرآن به دست پشت تریبون بایستد و 1 ساعت سخنرانی کند با موضوع طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. با شروع جلسات شهر مشهد به هم می‌ریزد. در آخرین روزهای تابستان وقت نماز ظهر که معمولاً شهر خلوت می‌شود و مردم به استراحتی چند ساعته تن می‌دهند، در گوشه‌ای از شهر جنب و جوشی عجیب برپاست. مردم از پیر و جوان و زن و مرد از راه‌های دور و نزدیک در هوای گرم ظهرها با زبان‌های خشک روزه‌دار در حرکتند به سمت مسجد امام حسن. همه مشتاقانه خود را به این مسجد می‌رسانند تا از سفره پربرکت معارفی که سید جوان در بهترین ماه خدا برایشان پهن کرده است بهره‌ها ببرند و تشنگی‌هایشان را فرو بنشانند. هر روز به تعداد مستمعان این روحانی جوان اضافه و مجلسش شلوغ‌تر می شود. دیگر حتی در گاراژ بسیار بزرگ پشت مسجد هم جایی برای نشستن پیدا نمی شود. چشم که می گردانی می بینی از هر قشری آنجا نشستند: طلبه، دانشجو، دانش آموز، کاسب، اهل محل، زن، مرد و اکثرا هم جوان. دانشجویان پزشکی برای آمدن و رفتن اتوبوس گرفته‌اند که هر روز آنها را از دانشگاه به نماز برساند و بعد از جلسه برگرداند. در جلسه سید علی آقای خامنه‌ای همه چیز نو و جدید است. قبل از شروع جلسه به هر نفر برگه‌ای کپی شده می‌دهند که در آن خلاصه‌ای از مباحث جلسه نوشته شده. سخنران برخلاف معمول روی منبر نمی نشیند، پشت تریبون می ایستد و هر روز با زبان روزه بیش از 1 ساعت با حرارت و صدای بلند صحبت می کند. بعد از سخنرانی یک قاری قرآن در جایگاهی که روی منبر برایش آماده کرده اند می نشیند و آیات مطرح شده در آن جلسه را با صوت و لحن زیبا قرائت می کند. جلسه سخنرانی مسجد بیشتر به یک کلاس آموزشی شباهت دارد تا یک جلسه سخنرانی معمولی. سالهای خفقان و استبداد و دیکتاتوری رژیم پهلوی، سالهای سیاه شکنجه و کشتن زیر شکنجه است. در این سالهای تاریک که امام خمینی در تبعید به سر می بردند، در هیچ محفل دینی نمی شود کوچکترین حرف یا حتی اشاره‌ای به موضوعات حساس رژیم طاغوت کرد. ساواک در اوج اقتدار است و همه جا جاسوس دارد. خواندن آیات مربوط به جهاد و مبارزه جرم است و اگر سخنرانی در آیه‌ای نام بنی اسرائیل را بیاورد و اشاره‌ای به اسرائیل بکند، مجلسش تعطیل و خودش زندانی می شود. با این همه روحانی جوان مسجد امام حسن پیر مبارزه است. او می‌داند چطور جلسه سخنرانی را اداره کند که گرفتار عوامل ساواک نشود. او در نهایت کیاست و درایت معبری باز می کند برای رساندن نور کلام خدا به امت دورمانده از قرآن. آقای خامنه‌ای با دقت و زیرکی تمام مجموعه اعتقادات اسلامی را از زبان قرآن طوری بیان می کند که مردم علاوه بر ساختن دوباره اعتقادات خود بر اساس معارف قرآن به فکر ایجاد کردن جامعه اسلامی نیز می افتند. سید جوان مباحثش را از ایمان شروع کرده به توحید رسانده و بعد با مطرح کردن نبوت و ولایت و با تمام شدن ماه رمضان این دوره اعتقادی ناب و بی‌نظیر را به پایان می‌رساند. سید جوان در این جلسات توانست با کاشتن بذر ایمان آگاهانه در قلب و جان جوانان مشهد آنان را با قرآن آشتی دهد
و قرآن عزیز را از غربت تاقچه ها و سفره های عقد و مجالس ختم درآورده و در اختیار جوانها بگذارد. سالهای سال عده‌ای که فهم درستی از دین نداشتند با افکار خشک خود مردم را به بهانه‌ها و معاذیر مختلف از قرآن دور نگه داشته بودند که مثلا فهم قرآن کار مردم عادی نیست و باید قرآن را فقط به امید ثوابش خواند و این حرفایی که حکومت‌ها از آن استقبال می‌کردند. اما سید علی آقای خامنه‌ای اینها را یا توطئه دشمن می‌دانست یا کج‌فهمی‌های خواص. خودش مجذوب قرآن بود، عاشق قرآن بود، فدایی قرآن بود و کمر بسته بود که مهجوریت قرآن را از بین ببرد. استوار و راسخ با کلامی گرم و گیرا قرآن به دست می گرفت، پشت تریبون می ایستاد و تمام وجودش را وقف کلمات الهی می کرد. می خواست اندیشه ناب اسلامی را دوباره از دل نابترین متن الهی احیا کند و قرآن را به قلب و عمل مردم مسلمان بازگرداند. سرانجام چند ماه پس از پایان یافتن جلسات طرح کلی در مسجد امام حسن و پیرو جلسات شرح نهج البلاغه، سید علی آقای خامنه‌ای دستگیر شده و راهی پایتخت ستم می شود، راهی یکی از مخوفترین شکنجهگاه‌های آن روز دنیا، کمیته مشترک ضد خرابکاری. حالا بیش از 40 سال از آن ماه رمضان فراموش نشدنی گذشته است و در این 40 سال آن دریای معارف قرآنی فقط در سینه همان چند هزار مستمع مشهدی باقی مانده و باقی تشنگان از آن بی بهره بودند. در این 40 سال از آن معارف ناب قرآنی فقط خبری مانده بود و نشانی، آنقدر که از بودنش مطمئن شویم، و تنها کتابچه‌ای به نام طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. آری 40 سال دیر شد و از دست رفت، اما باز هم خدا رو شکر و سپاس که بالاخره بعد از گذشت این همه سال گرد و غبار از این گنجینه برگرفته شد و آن گوهر نورانی سر برآورد و جلوه‌گر شد. الحمدلله. قدمت بیش از 40 ساله وقار و جذبه‌اش را بالا برده و تازگی و جوانی از هر کلمه اش میبارد. آغوش باز کنیم برای این مهمان عزیز 40 ساله در راه مانده. گنجینه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن از دل سالهای تاریک و سیاه و سراسر خفقان برای امروز و فردا و فرداها رسیده است تا قلبها را روشن کند، دریغ از سالهایی که گذشت. پایان مقدمه کتاب.